سلام به همه دوستان. با آموزش پرینتر SP211 خدمت شما هستیم. ببینید که جفت چراغ روشنه، چراغ تونر یا همون کاغذ و چراغ ارور روشنه. این دستگاه مثل دستگاه کپی ریکورد دارای ترمیستور می باشه و کد 556 و کدای ترمیستور میده. زمانی که کد میده باید کداش ریست بشه. میری برای ریست کردن کد ترمیستور این دستگاه. ما باید برنامه Smart Organization Monitor Status را باز کنیم، به پرینترمون وصل بشیم. ببینید پرینتر SP211 اینجا بهتر نشونتون بدم. اوکی میکنیم. ارور رو بهمون نشون میده، ارور SC556 که این مال ترمیستورهای هیتر هست که درجه حرارت تنظیم میکنه و نشون میده. خب ما باید اینا ریستش کنیم. برای ریست کردن میایم تو قسمت یوزر تولز، پرینتر کانفیگوریشن، اکسس کد، کد رو وارد میکنیم، رمزا ادمین با آی بزرگ 074. اوکی. میایم داخل SP مود، SP مود 1 ریست فیوزینگ یونیت SC میزنیم. اوکی میکنیم. دستگاهمون رو یک بار رو خاموش و روشن میکنیم تا قسمت فیوزینگ ریست بشه. همینطور که میبینید دستگاه در حال ردی کردن می باشه. تغذیه کاغذ رو انجام میدیم. میریم برای تست پرینتش. این هم پرینتر دستگاهی که ریست شد. تمام پرینترهای ریکو به همین روش ریست فیوزینگ انجام میشه. اگر اینکه دیگه چیزی تو فیوزینگ گیر کرده باشه، شکستگی لامپ داشته باشه یا اختلالی در سیستم گرمایش فیوزینگ صورت بگیره